ملو گایز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم به این ویدیوی دیگه. خیلی خوشحالم به اولین ویدیو گیم مانی TSG بچه‌ها. قراره که از این به بعد این اسکرین ریکورد من کجا میذارمش این گوشه. خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو گیم من توی چنلمون بچه‌ها. و اینکه دوست داشتم که اولین گیممون رو با کلش آف کلنز شروع بکنیم و من لحظه که کلش آف کلنز دانلود کردم تقریبا میشه گفت 20 روز پیش دانلود کردم کلش آف کلنزمو. و اینکه آره و امروز خیلی از اون روز میخواستم که ویدیوشو بگیرم، هی نشد، حالا ارتقا دادم و رسیدم به اینجا. این مپ کلش آف کلنزمون که بچه الان دارید میبینیدش. اینجا ما یه مپی کلش آف کلنز زدیم که این بار منه. یه توضیحاتی بدم. اینجا ما چیز داریم، قبله داریم. اینجا اردوگاه نظامی دو تا کنار همن، یه اردوگاه هم اینجاست. رو تصمیم میگیریم این رو بیاریم اینجا که اینا کوشن. تصمیم میگیریم که اینا رو بیاریم اینجا. بله. و این رو هم که داریم میسازیم تصمیم میگیریم که از اینجا ببریمش اینجا در کنار اینا صفا کنیم. و اینجا همه چیز قرار در کنار هم باشه. و حالا قراره امروز با هم کلش آف کلنز پلی بدیم ببینیم که آقا چه خبره. آقا من تانحال 7م بچه‌ها و اینکه الان خیلی راحت میتونم که ارتقا بدم، ولی خب میخوایم الان سعی کنم که برم تانحال 8 و اینکه این مراحلش رو با هم دیگه حالا طی میکنیم. اینجا ما تیز داریم، اینو من به چه درد نمیاد، یه دونه نظر میذاریم. یه میریم برای حمله بچه‌ها، ببینیم که چی میشه یا توی حمله چه اتفاقی برامون میفته. اینجا بچه همطور که میبینید یه دونه تانال چنده این داداشمون، تانال تو برادر اینه؟ نه این تانال قهرمانه. که تانال چنده؟ تانال 7. معلومه نمیتونم که بزنم. پس میریم سراغ یه مپ دیگه که این ده حاجی اسکین کینگشو خوشگله. بچه اگه دوست دارید ما هم اسکین بخریم حتما نگید، چون جم ندارم. جمم $2 باید بخرم. سعی نمی کنیم که فقط روی یه نفر چیز کنیم و سعی میکنیم که تقسیم کنیم. کماندار تو اصلا ردخور نداره که نداشته باشه اینها بابا. چی؟ کماندارش لول چند بود؟ نمیدونم نزد، ولی یه لولی بودن دیگه. حالا اونش مهم نیست. از کدوم سمت حمله کنیم بچه ها به نظرتون بهتره؟ از این سمت برید. قدرتشون از آقا بچه ببخشید. اینجا نمیزنیم از این ور بریا، از این ور بریا. اینجا اینا رو وارد بکنیم، از اینجا میریم، از اینجا اینجوری سعی کنیم که واردشون کنیم دیگه که حمله کنن. بچه ها دارن حرفه‌ای میزنن. این کینگش خیلی این براش سواله که اینجا چه خبر شده. ببینید الان فهمید حمله میکنه ما رو جر بده. کینگش خداییش قویه آجی. کینگش مرده. کینگش داره جلز میکنه. ببینید اونا اون وسطه. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. داره میمیره. اینو کینگش داره میگه بله این کینگشه که مرد و ما هم شکست خوردیم. 38% بیشتر نتونستیم بهش آسیب بزنیم. و اینکه آقا آره اینم از کلن ما که این شکلیه دیگه. اینم جمام و سکام و فلان اینا. اینم که اون وره میرسیم اینجا که من زیاد این ور نمیام و زیاد برام مهم نیستش و من دارم بیشتر روی این مکان کار میکنم. و اگر دوست داشتید برین سراغ این مکان حتما برام بنویسید که آقا برو این ورم درستش بکن. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو رو تماشا کردید. حتما منتظر پارت بعدیش باشید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی نماسته. بای.